خواهر که پرسیده درباره ابورت کردن پرسیدن. خواهر درباره ابورت من گفته گذاشته بودم از گناههای کبیره است ابورت کردن، کودک کشی است. اما شما ندانسته کرده باشید، یعنی شما ابورت کردید نمیدونید که این چیز حرام بود، یا و گفتی بسیاری ها ما از روی فتوا کرده میگن، دیگر توبه کنید، دیگر توبه کنید به سوی پروردگار، توبه کنید و همیشه بعد از توبه عملهای صالح انجام دهید. یعنی مخصوص یک کارهای ثوابی را کنید که پروردگار برای بخشیده شدن همان گناه همین را انجام میدهم. خواهد به یگان دخترچه های یتیم لباس خریده دهید تا که دلتان آرام گیرد، یا به یگان دخترچه های یتیم کمک کنید. یعنی با عملهای صالح گناه کردگیتان را کفاره کنید. دیگر چی گفته نمیتونم. جان امید مشتس روزه گرفتستم برای همین کارم. خیر انشاءالله قبول کند خواهرم روزتون. اما خیلی که گفتم کسایی که فتوا و اسپای فتوا میگردید که گویا بگویم که نه هیچ گپ نمیدونستید، نه خیلی کاری کلان کردید، گناهی کبیره کردید، به جان کودک دست زدید که دست نمیزدید و دخترچه تولد میشد. اما دیگر حاضر علاج کار از کار گذشت. توبه کنید و با عملهای صالح دیگر اون گناه کردگیتان را انشاءالله از پای کفاره شوید. اما اینکه مثلا در اسلام اگر نگاه کنیم شما باید تقریبا 212 گرم طلا صدقه کنید به خویش و تبار شوهرتان، به میراثگرایی، و که اکثریت خواهران میگن من این شرایط اصلا ندارم، دیگر هیچ علاج ندارد. یعنی توبه کنید. امین. سوال دیگرتان؟ گناه استاد جان همین تو هم دختم بعد گناه های استاد جان تروبکا دختر هم گناه هست. اگر دختر در یک حالت جایز است که دختر اگر گوید که اگر یک بار دیگه تو تولد کردی برابر مرگ تو می شود، یعنی علاج نیست دیگر تو تولد کنی، اگر یک بار دیگه تولد کردی برابر مرگ تو می شود، در اینجا جایز است. چون که یعنی برای خلاصی جان مادر این رو ضرورت میگن. غیر این به خاطر اینکه 6 تا بچه دارم 5 تا بچه دارم تروبکا دختر رو تمام علما حرام میگن. برای چی؟ برای اون که مخصوص کفران نعمت است. آدم سلامتی خودش رو با تروبکا دختن ویران میکند و خواهر رو این به سلامتی خیلی ضرر دارد. رفته رفته میبیند اله شما گرفتار نشوید خواهر، لیکن رگ شدن سینه، رگ شدن خودی رحم یا همون مت که اکثریتش به سبب همین دختن تخمدان ها می شود که وای یعنی به جسم مادر خیلی کشاد بودن خودی تروبکه ها فایده دارد و گویا که شما نعمتی الله دادگی رو به دستتان رفته ویران میکنید، سلامتی خودتان رو بیمار میکنید که این هم گناه هست هم به سلامتیتان ضرر دارد. اما دیگر الله که شده باشد به جز توبه کنید. گفتن دیگر چی گفته نمیتوانم. استاد جان اول سوال میدادیم شما را گفتن که کار کنید که یعنی بغض نشین گفته پیش خواهر موزنه این به من تهمت است همین گپتون ناظر. من به شما چیزی که گفتگیم خواهرها، من به شما چیزی که گفتگیم پیش راهی حامله داری رو به سبب کودک معده داشتن و سلامتی ویران بودن گرفتن ممکن است، اما ابورت کردن حرام. من به یگان کس درباره دختن تروبکا یا گفتم عقیم کردن گپ زدگی نیستم. یگان جا من گپ گفتگی نیستم. این خیلی چی کنین احتیاط کنین میگفتین یعنی بغض نشوین. همین خیلی گپورا میگفتی اکنون گفته سپیرال نموندم تروبکوما دختم گناهش به دستت خواهرم. گناهی کردگیتون دیگر شما جوابگر هستید با اون گناه. گناه کبیره کردید.